سلام و درود بر شما به خبرهای این ساعت از شفاف نیوز با من واحد نظری خوش آمدید. امروز چهارشنبه 19 جدی سال 1403 هجری خورشیدی در نخست نگاه میندازیم به سرخط خبرها. از زمستان سخت در افغانستان تا میلیون ها نفر نیازمند به کمک های فوری. با آغاز فصل سرمای زمستان میلیون ها نفر نیازمند به کمک های فوری هستند. کمک 1.5 میلیون یوروی لوکزامبورگ به افغانستان. لوکزامبورگ برای افغانها 1.5 میلیون یورو به صندوق امانی ویژه افغانستان کمک کرده است. از نداشتن سرپناهی 5.8 میلیون نفر در افغانستان تا نیازمند به کمک های مواد خوراکی. 5.8 میلیون نفر در افغانستان بی سرپناه و نیازمند به مواد خوراکی هستند. مشروع خبرها: با آغاز فصل سرمای زمستان در افغانستان میلیون ها نفر از مردم این کشور با بحران فقر و سرما دست و پنجه نرم می‌کند. کاهش شدید دما و بارش های سنگین شرایط زندگی را برای خانواده های آسیب دیده دشوارتر ساخته است. جزئیات بیشتر را با مرسل افشار بیننده باشید. زمستان سخت در افغانستان، میلیون ها نفر نیازمند کمک های فوری. با آغاز زمستان سرد در افغانستان، میلیون ها نفر از مردم این کشور با فقر و سرما دست و پنجه نرم می‌کنند و گزارش سازمان‌های بشردوستانه کاهش شدید دما و بارش سنگین برف در بسیاری از مناطق شرایط زندگی را برای خانواده‌های آسیب‌پذیر به شدت دشوار کرده است. بر اساس گزارش مناطق کوهستانی مانند بامیان، بدخشان و غور بیشتر آسیب را از این وضعیت دیده‌اند. بسیاری از مردم در این مناطق از داشتن سرپناهی مناسب، سوخت و لباس گرم محروم هستند. یکی از ساکنین غور میگوید که هیچ چیز برای گرم کردن خانه ما نداریم. کودکان گرسنه و بیمار هستند، اما حتی نمیتوانیم بر پزشک مراجعه کنیم. در همین حال استمداد جاده ها به دلیل بارش برف سنگین انتقال کمک های امدادی به مناطق دور افتاده را به چالش روبرو کرده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که بدون مداخله فوری جامعه جهانی خطر مرگ و میر ناشی از سرما و گرسنگی در میان خانواده‌های فقیر افزایش خواهد. سازمان ملل متحد و همچنان نهادهای خیریه بین المللی خواستار افزایش کمک‌ها به افغانستان شده‌اند. این کمک‌ها شامل توزیع مواد غذایی، سوخت، لباس‌های گرم و غیره است که می‌تواند در کاهش مشکلات مردم در این زمستان سخت کمک کند. صندوق امانی ویژه افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرده است که لوکزامبورگ مبلغ 1.5 میلیون یورو برای این صندوق کمک کرده است. این کمک مالی به ارائه خدمات اساسی به افغانها اختصاص داده شده است. جزئیات بیشتر با میزبان شاه سادات. صندوق امانی ویژه افغانستان که تحت نظارت سازمان ملل فعالیت می‌کند، در یادداشتی که روز سه‌شنبه 18 جدی در شبکه ایکس منتشر شد اعلام کرد که کمک 1.5 میلیون یورویی لوکزامبورگ با معنای امید جدیدی برای خانواده‌ها و جوامع افغان است که با چالش‌های عظیمی روبرو هستند. این کمک در راستای ارائه خدمات اساسی و معیشتی به افغان‌ها هزینه خواهد شد. صندوق امانی ویژه افغانستان به عنوان یک نهاد مالی بین‌المللی هدف اصلی خود را حمایت از فعالیت‌های نهادها و سازمان‌های تحت حمایت سازمان ملل در افغانستان قرار داده است. این صندوق تلاش می‌کند تا کمک‌های بشردوستانه کشورها را به صورت منسجم و یک دست به افغانستان برساند و به مردم این کشور کمک کند تا در برابر بحران‌ها و مشکلات اقتصادی تاب‌آوری بیشتری داشته باشند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه ملل متحد اوچا در گزارش جدید خود اعلام کرده است که در سال 2025 حدود 5.8 میلیون نفر در افغانستان به سرپناهی فوری و موادهای خوراکی نیازمند هستند. این نیازمندان شامل آسیب دیدگان سال جاری 1403 خورشیدی نیز می باشد.
این بود خبرهای این ساعت از شفاف نیوز. تا خبرهای بعد الله نگهدار. بدرود.